بیش از 2 کیلومتر راه دهه چقورک جماعت دهات نوآباد شهر حصار با دستگیری ساکنان، شخصان سخاوتپیشه و صاحبکاران محلی منفرش کرده می شود. این مسیر از شاهراه بین المللی دوشنبه ترسونزاده تا داخل دهه طول کشیده نیاز به تعمیر داشت. اکنون اقدام پیشگرفته ساکنان در حل مشکلاتشان زمینه گذاری نموده حرکت بممانعت واسطه های نقلیات تامین می گردد. برای کارهای تعمیری راه کارمندان و تکنیک‌های راهسازی مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد شهر سفربر شده است. ساکنان چنین تشبثکاری را عملی خیر و ثواب برای پیشرفت و آبادی وطن و دستگیری از سیاست سازنده و آبادکارانه حکومت مملکت معنیداد می‌کنند. امروز خرد و بزرگ دهه باید روحیه دوام و تندرستی تصمیم گرفتند که راه‌های دهبری دهه چقورک و شاپور بخشیازی منفرد کرده شود. باز در نقشه است که در دیگر دهه‌ها کارهای آبادانی سازندگی احساسی پیدا شده است. وادی گرم با حس و تندرستی این کارها را دوام دهید. جهت سزاوار تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی در جماعت دهات نوآباد شهر حصار زیاده از 17 کیلومتر راههای محلی منفرش گردیده 10 کیلومتر بتونپوش کرده شده است. در چنین روحیه سازندگی و بنیادکاری با سهم ساکنان و صاحبکاران و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی حالا در دهه کهان ساختمان بینای دوآشیانه تعلیمی و در دهه شاپور همین جماعت ساختمان بنگاه طبی با 3 اتاق کاری برای 142 خواجگی جریان دارد. همزمان در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 77 دهه مولانجر بالا بنیاد بینای نو 3 آشیانه تعلیمی عبارت از 14 صنفخانه، 2 آزمایشگاه برای فنهای شیمیا و بیولوژی و 2 اتاق کاری ادامه دارد. موافق قید حجت‌های رسمی بینای اساسی این مؤسسه تعلیمی سال 1975 ساخته شده با گذشت سالها نیاز به از نوسازی پیدا کرده مشکلات نارسایی جای نشست پیش آمده بود. طبق اطلاع در سال خوانش 2024-2025 در این مؤسسه تعلیمی 511 خواننده تحصیل میکرد که این شماره سال تحصیل 2025-2026 از حساب قبول صنف‌های یکم و گروه انکشاف کودکان افزایش می‌یابد. با نظر داشت این ساکنان دهه در نزد مؤسسه ساختمان بینای نوی تعلیمی را پیش گرفتند. راهبر دولت در پیام خود باید به آبادی دهه آبادی محل سخن کردند، سفارش‌ها دادند. اهالی دهه ما نیز از سفارش‌های راهبر دولت خفا نمانده از جهت بلند برداشتن صفت تحصیلات در مؤسسه تصمیم گرفتند که صنف‌های علاوه‌ای را ساخته به استفاده بگیرند. وقتی که مؤسسه تعلیمی که نو بنیاد کرده شد تا اول صنف‌ها به کل خوانش به استفاده داده می‌شود، مشکلات مؤسسه البته برای جای نشست تامین می‌شود. ساختمان پایدیوار بینای تعلیمی 4 می سال روان آغاز شده حالا کارهای خشتچینی در آشیانه اول در مرحله انجامیابی است. برای سرعت بخشیدن ساختمان و در مهلت معین شده به استفاده دادن آن اهالی دهه مولانجر بالا همروزه با نوبت و حشرهای دستجمعانه این بینای علاوگی را جهت بهتر نمودن شرایط تعلیمی فرزندانشان بنیاد نموده ایستادند. فریدون سبحان، صدرالدین ابراهیم، شهر حصار، اخبار.